والله پاکن اما درو تو در احباط واجهیم برات تو هاتونین گو هرامنا امیدین که شما حال مرچی دد و برابر ببید ما یهتین روستای کوبچ بخش لاشار و جه استاد عبدالحکیم ملازهی مزنی زبردست شاعری دوار که یک گپ پترانی گوی واجب کنین و شمی خدمت انشالله شنگ و تالان بید کجا استاد عبدالحکیم لاشاری ما دواری یهتین واجه که شما گندید هم استاد من وطن و هم مزنی زبردستی واجه که جهد و کوشش باز کرده ادبیات تا و مایحتین گوی واجه گپ پترانی کنید. سلام و درود و شاد که شما را گوشم و هموطی عزیزانه که یه برنامه گیندگا و خدا واشی و سلامتی بیاری پر درستان و آرزوی سعادت و سربلندی کنم پر شما درستان. چی بود که شما علاقمند بود به شعر و شاعری و ادبیات و اصلا این وادی ادبیات تا یهت شما؟ ادبیات پجاره هر قومیه شناخته چه ادبیات و لبزان که بی و چه همه هردیا منی استاد مستری منی برات واجهی عبدالغفور کوبچی که یه چیزانی برای من گوشته که هر قومی شناختی آیه لبزان کن و آیه ادبیات سال 75 که تقریبا چون سال پیش بی 25 سال پیش حدوداً ما اولی بار کلام دستا گرفت و من لیکاگ شروع کرد که شعر بلیکم گوره من چاره که یه توانایی منی وجود اتها من دید نی چهار و چاکودار من پدا کاشاک بیتگم به همه میدانا. استاد شما در واقع اسم استاد عبدالغفور کوبچی بوده دیگه برات توهین شما بوده ها؟ جی ها. واجه الان کجایی؟ هم دانه هستن الحمدلله خدای هست بکنه که منی استاد بیتا منی رهشون بیتا و منی تشویق کنوک و شاباش کنوک بیتا در یک کارا. فرهنگ کلان ربط هب دیگه به شعر و ادبیات به هر حال دو مقوله این که به هم دیگه مرتبطن دیگه نه. شما ما رو بگو شما چیه بکنی که بتوانی از ظرفیت شاعران از ظرفیت ادیبان بلوچ از سواد و علم بلوچیش برای ای مثلا چستکنگ ای آنچه که نیاز تو کمبود بود تا الان برای چستکنگ و نشاندهی جایگاه واقعی قوم بلوچ و ادبیات بلوچ و فرهنگ بلوچ بتونید به بهترین شکل ممکن استفاده بکنید. فرهنگ در هر یک قومی همه ارزشان باشن که همه قوم آ چیزان احترام کند و ارزش زاند آ چیزا باشن فرهنگ و هر قومی وقتی فرهنگ و وقتی ارزشان که دوست دارید اگر وقتی با ارزشان احترام بیلید گورا آیان نوشته کند به حالت یا نه که به حالت نصر نویسیتش یا به حالت شعرش نویسی. جی ما قرآن ماتیم وطن جی ما قرآن ماتیم وطن بات نمیران در جهان سالت سال واشتر ببات الله ترا باتین امان تو مکه مات منی خوشبو چو مسک و زاپران پیرانی هنکین منی گون شهد و شیرین جابران پیران هنکین منی گون شهد و شیرین آبسران تیها کریکان سرمگین چمانی درمانند منی مال و دل و جان و جگر یه پرت قربانند منی تی جنگل و تی دوی کدار یه زنده پاسپانند منی تی بست و آبادین دگار درو باگ رزوانند منی تی دوار و کندوار و تلار لونجنزر و مسکین دیار تی کهن و تی کورانی هار دوستند منا بی حد هزار جان مرتگین جان گرند تی زید و سیمین کهچران جان مرتگین جان گرند تی زید و مسکین کهچران کاری یلام بی پار بند تی شهر و پنجگنجین دران حاکش دپا با دشمنان تگ و بدین بدواهگان همات مبات بربادیه نادل سرین کمزانگان میرین بلوچ کار کنند علم آگون وات یار کنند پر حکم شاهین کادرا شالین گدان شهار کنند گو هم تپاکی نرمزار وحدی که الگار کنند جزمین دلا عبدالحکیم ملکا گو هر بار کنند جزمین دلا عبدالحکیم ملکا گو هر بار کنند منتوار بازوش میرین بلوچ کار کنند علم گوت یار کنند باز استاد باش بازین چه شاعرانی که به هر حال در همین زمان حاضر هم که در سطح استان دارن کار کنم واجه استاد عبدالحکیم الگوی آیانه مثلا واجه آقای سیاوش سرفراز من از دوستان ما شاعر مزنی زبردستین تیمه کران زمین
و همیشه از شما استاد به نیکی یاد کنم و شی نشان که شما زحمت کشته و باعث بوده که به هر حال خیلی از شاعرانی که الان چست بوده و نام و توارش برز بوده انشالله شان حاصل زحمت شما بودن توشان. استاد عبدالحکیم تو ما رو بگوش که درون مایه شعر شما چیه؟ موضوع شعر شما گیشتر چیه؟ در چه زمینه شما گیشتر شعر اوشید؟ اولیش بگوشم که خدا آواجه ها حفظ بکن که به ما ارادات ها، نه تنها آواجه ها، تمام برات و عزیزانی که به ما ارادات ها و به زبان بلوچیا احترام هیلند و راغیش هست و تی ارزش و تی فرهنگ داروی که ایشانی داستان من درویت دیان و الله ایشان هست بکنه. و این جست باره من اشترا بگوشم که منی شعر بچه شاعری و یک زان تلویتی که باستی که شاعری قانون رهبندان باید زانه ببن، یکی دوم که شاعری پدا شعور الویتی که شعر به کجا بروت برسی، یه چیزانه که باید ببن. و منی ویتی شعر تخصصی حالت ها، منی شعر حماسی شعران تو که در قالب قصیده و مثنوی منگوشتگم. منی 7 کتاب دو چیز برابر کتگند، شعر کتگند و آماده چاپان، جلد بندی و صفحه و ویرایش تمام چیزش پوره و آماده چاپان 8می شعر من گلایه 8می که مجموعه شعری ها من گلایهشون که ایشا پوره مکنگم و انشالله اگه دستم برسی همه گلایهشون که ایشان به چاپ برسانم، البته با کمک شما عزیزان و راهنمایانی که چه عزیزان که بگیرم انشالله. انشالله 8 کتاب وجه استاد آماده چاپ داری تو یه که من گندم استاد هم به هر حال 8 کتاب یک عمری که جهدی کرده و کوششی کرده و تلاشی کرده که وقتی اشتاو برای فرهنگ و ادبیات بلوچی و بلوچستان زحمتی کشته وشان باید گندگ بند و من احساس کنم که نگاهی وشین و توهین لوتی که وجه استاد عبدالحکیم حمایت ببی تو به هر حال برای چاپ کتابان انشالله که مسئولین هم کدمی چیز کنه پی واجه و شاهد چاپ کتابان استاد عبدالحکیم به وجه استاد ما منتوارش شما می گزارش آخرین بهره اگر خبر منطقی هست ما وجه شما هشپون رو به دور بینم. من این خبر آخری همیشه این که تمام عزیزان می براتان می کسان من نتواری چشم درستان و دستبندی ایشین که وقتی زبان کادر بکنید همه قوم زندگی که آی زبان زندگی زبان کادر بکنید، پوچه کادر بکنید، نام نشان کادر بکنید و بلوچیا دوست بدارید بلکه مشمی پادمانتگی لابزان دیما برات مشمی پادمانتگی پرهنگ کمی دیما بکنید که الله ما شما را چه بدبختیان، چه برات کشیان، چه کمزوریان الله ما شما را براکنید و به جایگاه ما شما برسن و سر ببین که یه سر به یک به واشین جایگاه خاص پوره بی از زانت پوره بی که اگر ما شما را زانت ببید، علم ببید و گوره شعور ببید گوره دیم روی حاصل بید. الله هنچو بکنات هنچو بات. آمین آمین. همه قوم زندگی که آی زبان زندگی بی چه استاد دیگه نه همه قوم زندگی که آی زبان زندگی بی سکین تو این عبرت که استاد داد یک اقیانوسی معنات این عبر هست که انشالله شما بتوانید استفاده بکنید. ما وجه شما منتواریم که تو وقتا در اختیار ما قرار دادی تو شما گندو کنم که می برنامه تا نشتی تو دیست ترجا که هستید مدام سلامت باتید. الله میارید. خدا حافظ. داد